خیلی خوش آمدید آقایان محترم، برادران عزیز. با شما اعضای خبرگان میشه یک ترشیلیته اساسی درست کرد. ترشیلیته با جگر و نان سنگک خیلی میچسبه. انتخابات امسال انتخابات بسیار پرمعنا و مهمی بود که یعنی چه زهری واصله شد در رگ من. فقط جنتی برام باقی موند، بقیه حذف شدن. ای خاک بر سر من با این ولایتم. این چه بساطی است. این یزدی رو ببینید چطور مثل ننه مرده ها نشسته اینجا. امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح، اینا کسانی هستند که وقت در مجلس خبرگان حضور داشته باشند مجلس نجاست بیشتری پیدا می کند. و خب البته در همه انتخابات ها بعضی رأی میارند، بعضی رأی نمیارند. علل گوناگونی هم دارد. یکی از عللش به زرنگ بازی این اکبرکوسه برمیگرده که اینجا بر دل من نشسته. ببین چه فیگوری گرفته، چه تسبیحی میندازه. اوشکول. ای خاک بر سر من که مجبورم این کوسه رو اینجوری بشونم کنار دستم. اگه امام بود این دوتا ولد چموش رو با اردنگی پرت میکرد بیرون. حقیقتا گله دارم از این گونه افراد، اما زورم نمیرسه. این چه بساطی است. خب بنده در قبل از انتخابات مسئله نفوذ را مطرح کردم. این نفوذ مسئله مهمی است آقایان. دشمن تا فیها خالدون ما نفوذ کرده. اینها همین اکبرکوسه که اینجا لم داده خودش در حال احداث اتوبان نفوذ در نظام ماست. وقتی این کوسه و دنبش شیخ فریدون در بنده نفوذ کردن، وقتی خون بنده عوض شد تصمیمی را میگیرم که او میخواد. همون کاری که او میخواد رو من انجام میدم. یعنی قشنگ سواری میدم، کولی میدم، مثل همین رفت آمدهای خارجی که میبینید. این رفت آمدهایی که الان هست، این رفت آمدها هیچ معنای مثبتی تاکنون برای ما نداشته. این شیخ فریدون که اینجا نشسته داره تو دلش به ریش من میخنده، دنبال دود دادن سیبیلای بنده است. اما من دیوونه تر از این صحبتام. پاش بیفته فک همه تونو میارم پایین. احمد خاتمی اونجوری به من نگاه نکن، مثل بشکه میمونه لامصب. بس دیگه، خماری داره میکشه به اعصابم. السلام علیکم و رحمت و عزت و باقی برکاته.